همونطور که می‌بینید این شکل نیکوتین با فرمول مولکولی 13 14 N2. درست؟ اگه بخوایم در حد امتحان نهایی مطرح بکنیم، مثلا اینو به شما میدن، نمیگن که مثلا ساختارش رو بکش، میگن چه گروه‌های عاملی توش به کار رفته. شما اینجا نیتروژن می‌بینید دیگه، درسته؟ پس اینا مربوط هستن به گروه عاملی آمینی. این تا اینجا. حالا بماند که نیکوتین با فرمول 13 14 N2 در گیاه تنباکو یافت میشه، از راه پوست جذب میشه، زهر اثرگذار هست بر سیستم عصبی و قابل کاربرد هم هست در حشره‌کش‌ها. خب یعنی نیکوتین رو کلا تو حشره‌کش‌ها بیشتر استفاده می‌کنن. اما چیزی تکان دهنده تره اینه که نیکوتین رو از طریق اوره، یا ببخشید این حرفو، از طریق ادرار انسانی میتونن راحت چیکار کنن؟ سنتزش کنن. یعنی ما سیگاری که داریم میکشیم در حقیقت ادرار انسانیه، متاسفانه. به حلال حرامش کاری ندارم. اوره، درصد اوره تو بدن بالا باشه کلی مریضی در واقع به بدن آدم میزنه دیگه. بعد نیکوتین جایگزین استیل کلین میشه توی در واقع بدن انسان. سلول عصبی استیل کلین رو به عنوان گیرنده طبیعی برای حالا راه رفتن کار عادی در واقع در اختیار میگیرن. جای این استیل کلین که یه هورمون پروتئین نیکوتین قرار بگیره، بدن ما وابستگی پیدا میکنه به این نیکوتینه و این اعتیاد آور خواهد بود دیگه. و هرچی نیکوتین میزانش بیشتر باشه، ضرری هم که میزانش بیشتر است. واسه همین توی قلیون ضرری که چون نیکوتین زیاده، ضرری که قلیون میزنه 10 شدم تا 20 برابر بدتر از سیگاره. و همین خاطر این بحث نیکوتین رو آدم باید جدی بگیره، یعنی به هیچ عنوان نباید تو دام این ماده کثیف بیافتید.